به ایفت زنها هستند که شوهر کردگی نیستند وابسته خودشان حرام کرده پرده بکارتشان دور میکنند. الله لعنت کردگی او زن، آگاه باشید. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه الله سبحانه و تعالی لعنت کردگی زنی را که لباس خودش در غیر خانه شوهرش به در میکنه. الله که در همین جامعه ما هست که بعضی زنها در خانه بیگانه‌اش در ارتل در دیگر جاها لباس برآورده تماما لباس برآورده عوض میکنه. الله سبحانه و تعالی لعنت کردگی. از الله بترسن خواهران عزیزان. همین خبرزایی در بین بسیار خواهرها اوج گرفتگی. همین گناه همین کار خبرزایی از جوانها دیده در بین دخترها همین چیز اوج گرفتگی. و بعضی هاش که با شوهر میکنن به همون بدل به همون حال حرامشون در حالت نادختری و شوهر میبرویم در شب اول که مقصد کتی شوهرش هم خوابه میشود ببینه که شوهرش نادختر است گناهش ستر میکنه میبخشه نه که او حیوان و بعد چند مدت به شوهر